سلام و روز بخیر باشد بیننده عزیز آزادی. برنامه نوید بامدادی است با آخرین تحولات های تاجیکستان و جهان. من مولا رجب یوسفی تا 10 دقیقه دیگر شما را همراهی میکنم. ساعت در دوشنبه 11. نخست نگاه میکنیم به سرخط خبرهای امروز 14 می. نوفهمی در مرز قرقیزستان و ازبکستان باعث به زنازنی شده است. ولادیمیر پوتین گفت باید آموزش زبان روسی در تاجیکستان بیشتر شود. و ادامه جنگ بین اسرائیل و حماس. بایدن حمله های موشکی را محکوم کرد. در سرحد قرقیزستان و ازبکستان جنجال شده است. دفتر مطبوعات حکومت ولایت بادکن گفت نوفهمی میان ساکنان دهه سای قرقیزستان و چشمه ازبکستان در ناحیه سوخ روز 13 می سبب جنگ شد، اما فعلا وضع زیر نظارت است. جانب ازبکستان هنوز حادثه را شرح نداده است. بخش قرقیزی رادیوی آزادی نوشت که ساکنان دو طرف در مرز جمع شدند. به اطلاع منبع، نمایندگان مقامات محلی و اداره های حفظ حقوق دو کشور نیز در جای حادثه هستند و قضیه را تحقیق میکنند. پیشتر خبر داده شد که در مرز با ازبکستان یک شهروند قرقیزستان لطوکوب شده است و تقریبا 30-40 نفر در سرحد جمع آمدند. ماه می سال گذشته نیز میان ساکنان دهه چشمه ازبکستان و دهه چچمه قرقیزستان زنازنی شده بود. قرقیزستان و ازبکستان 1378 کیلومتر سرحد دارند. پس از گفت و شنیدهای سال 2017 گزارش داده شد که 85% سرحد تعیین و نشانه گذاری شده، 15% دیگر مانده است. در 30 سال استقلال دو کشور مرزهای نامعین بارها سبب جنجال از جمله استفاده از سلاح‌های آتشفشان شده است. در آخر ماه مارس امسال قرقیزستان حل مسئله‌های مرزی را با ازبکستان 100% حل شده اعلام کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه آموزش زبان روسی در تاجیکستان را ناکفایه خوانده است. رسانه‌های رسمی روسیه نوشتند ولادیمیر پوتین روز 13 می در جلسه کابینه کشورش گفته است آموختن زبان روسی باید در تاجیکستان تقویت داده شود. پوتین گفته است این مسئله را با مقامات تاجیک از جمله رئیس جمهور امومالی رحمان ضمن سفر اخیرش به مسکو بررسی کردند. رئیس جمهوری روسیه از وزیر معارف کشورش خواسته است تا برای بیشتر کردن آموزش زبان روسی در تاجیکستان پیشنهادهای خود را ارسال کند. روسیه تا این دم برای آموزش زبان روسی به تاجیکستان معلمان را فرستاده است. از جمله سال 2018 با درخواست تاجیکستان، روسیه 55 معلم زبان روسی، ریاضیات، کیمیا و بیولوژی را برای تعلیم در مکتب‌ها فرستاد. قسمی از معاش آنها را تاجیکستان و قسمی را روسیه پرداخت می‌کند. بسیاری ها مقامات تاجیکستان را برای چنین تصمیم تنقید کرده بودند. ولادیمیر پوتین یک روز پیش گفت حکومت‌های محلی برای آموزش زبان روسی هرچی در توان دارند انجام می‌دهند، ولی به کمک ما بهتر کردن وضع ناممکن است. در تاجیکستان ده‌ها مکتب روسی فعلا فعالیت می‌کنند و این مکتب‌ها در میان اهالی طرفداران زیاد هم دارند. برخی ها میگویند به خاطر ادامه تحصیل در خارج بهتر می‌دانند که فرزندانشان در مکاتب روسی تحصیل کنند، اما آنهایی نیز هستند که بهتر می‌دانند که فرزندانشان در مکتب‌های تاجیکی تحصیل نمایند. زبان روسی در تاجیکستان عین زمان موافق قانون مقام دولتی ندارد و تنها زبان معاشرت بین ملت‌ها اعتراف شده است. پس از آن که در حمله‌های هوایی اسرائیل یک فرمانده گروه حماس کشته و بینای بسیار طبقه در غزه ویران شد، نیروهای حماس صبح 13 می به طرف اسرائیل 10 موشک پرتافتند. وزارت تندرستی منطقه زیر نظارت حماس روز 13 می گفت در 2 روز حمله‌های هوایی اسرائیل بیش از 70 فلسطینی از جمله کودکان کشته شدند. مقامات تندرستی اسرائیل گفتند در این حادثه 7 شهروند این کشور جان باختند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در صحبت تلفنی با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو از تل آویو پشتیبانی کرده حمله‌های موشکی را محکوم نموده است. کاخ سفید روز 12 می گفت بایدن حمایتش را از امنیت و حق قانونی اسرائیل برای دفاع از خود بیان داشت. نتانیاهو در نوبت خود گفته است اسرائیل تلاشش را برای خراب کردن توانایی‌های نظامی حماس و سازمان‌های دیگری تروریستی در نوار غزه ادامه می‌دهد. حماس نیز آمادگی خود را برای دوام دادن جنگ بیان کرده است. اسماعیل هنیه رهبر سیاسی سازمان گفته است مقاومت با دشمن به آخر خواهد بود.
در شهر خوجند آزمون اطلس و ادرس خوجند 2021 برگزار شد. مقامات گفتند این آزمون به خاطر ارجگذاری به فرهنگ ملی است. سالهای اخیر مقامات به گفته خودشان به خاطر احیای لباسپوشی ملی چنین چاره‌بینی ها را برگزار و هم در کوچه و بازار زنان را تشویق میکنند که لباس مذهبی نپوشند. چون این عملها انتقادهای زیادی را هم در پی داشت، چون برخی ها میگن دولت به امور خصوصی مردم دخالت میکند. حالا گزارش امرالدین عالموف درباره آزمون اطلس و ادرس را همراه میبینیم. در شهر خوجند آخرین مودی اطلس و ادرس را نمایش دادند. فستیوال آزمون شهری اطلس و ادرس خوجند 2021 10 می برگزار شد و در آن 20 طرح محصول کار خود را به نمایش گذاشتند. فستیوال آزمون از روی شرط‌های بهترین لباس کودکانه، بهترین لباس رسمی، بهترین لباس ایدانه و بهترین لباس ملی عروسی و دامادی صورت گرفت. مسئولان این چاره‌بینی فرهنگی مقصد آن را ارجگذاری به فرهنگ ملی گفتند. فرهنگ نیاگان، دستگیری هنرمندان، بلند برداشتن ذوق زیبایی پرستی و دستگیری هنرهای اطلس و ادرس بافی. در بخش بهترین لباس ملی عروسی و دامادی محصول ایجاد دلفوزه مقیمова، مصوره سعید ولیزاده و نیگاره بولتوبایوا مقام‌های افتخاری را صاحب شدند. از روی نامینه بهترین لباس رسمی غالبیت متناسباً نصیب طراحان مهینه بابایوا، ملیکه اورالووا و شاهینه غفورова گردیده است. در نامینه بهترین لباس ایدانه مدینه انورова، قربانوی ستارova و مسعوده غنیوا غالبیت را به دست آوردند. شاهجایزه آزمون نصیب محصول ایجاد هنرمند مطلوبه نیازова گردید. به غالبان آزمون دیپلم و از 500 تا 2000 سامانی تحفه دادند. در سوختار در پناهگاه الحال سوریه بیش از 5 خیمه زنان و کودکان تاجیک سوخته است. حادثه روز 10 می امسال رخ داده است. مدینه، یک زن تاجیک در پناهگاه الحول گفت هوا هنوز سرد است و بعد سوختار جای درستی برای خوابیدن ندارند. به قول او در این خیمه ها زنهای زندگی می کنند که از 2 تا 4 کودک دارند. سوختار را خودمان خاموش کردیم. کودکان ما زیان ندیدند ولی نمایندگان ملت های دیگر ضرر دیدند، گفت او. در سفارت تاجیکستان در کویت که در پی تطبیق برنامه برگرداندن زنان و کودکان تاجیک از سوریه هستند، خبر سوختار را تصدیق کردند. در پناهگاه الحول سوریه بیش از 400 زن و کودک تاجیک نگهداری می شوند. آنها همسران و کودکان جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش هستند و پس از شکست این گروه به دست نیروهای کرد اسیر افتادند. بخش یک روز تاریخ را همکارمان خرامان بخازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 14 می را فرا میگیرد. چهاردهم می سال 2015 در تاجیکستان در رابطه با ناپدیدشوی سرداری گروهی تعییناتی مخصوصی وزارت امور داخلی پالکونیک گلمراد حلیموف پرونده جنایی باز شد. پالکونیک حلیموف از میان بیش از 2000 شهروند تاجیکستان بلند مقامترین عضو داعش از این کشور بود. زمان همچون وزیر جنگی داعش معروف شد. سال 2017 اطلاع زید و نقیض درباره کشته شدن او نشر شد ولی تا حال این آوازه‌ها رسما تصدیق نشده است. 14 می سال 2016 رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان تغییرات به قانون‌های اید را امضا کرد که بر اساس آن 16 نوامبر همچون روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جشن گرفته می شود. 16 نوامبر سال 1992 امامعلی رحمان رئیس شورای عالی پارلمان وقتی تاجیکستان انتخاب شده برای بار اول به رهبری این کشور رسید. منتقدان اعلان روز پرزیدنت را ادامه سیاست پرستش شخصی رهبری اول در تاجیکستان مینامند. 14 می سال 2018 بازار صابر، شاعر معروف تاجیک، پس از 2 هفته درگذشتش در امریکا در وطنش تاجیکستان به خاک سپرده شد. مرگ بازار صابر را اهل ادب تاجیکستان تلفات بزرگی برای ادبیات تاجیک مینامند. در سرگاه حرکت‌های دموکراتی سال‌های 80 تاجیکستان شوروی بود. آزاداندیشی‌اش سبب شد که سال 1993 برای 9 ماه زندانی شود. بعد رهایی‌اش با مساعدت سازمان‌های حامی حقوق در امریکا مقیم شد. خود شاعر درباره خود گفته است: شعر در حلقم بمیرم، شاعری خلقم بمیرم.
بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانه را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 14 می چنین اعلان کرده است. بیننده های عزیز، برنامه نویدی بامدادی بود که با آخرین تحولات های تاجیکستان و جهان تقدیم شما شد. برنامه من بعد ما ساعت 11 به وقت مسکو و 13 به وقت دوشنبه تقدیم شما می شود. تا آن دم خدا نگهدار.